جانماما در خانه پیرانسالان آیله‌دار می شود و امروز صاحب پسر دوسترویکی است. زن گرفتیم، یعنی خدا و شکر یک بچه دارم. صاحب یک بچه. چه خیلی هم باشد در بالای سر ما فرزنددار شدیم. خداوند ما رو داد. شام و گل پروانه بلبل ما جمان، بلبل ما جمان، بلبل ما جمان. وقتی در شرکت فابریلی کار میکنی، انا خیلی طور سر پول میریزه و شرطی که مهنت کنی. دگانم گفت که کار نکن که فریب ماشینیکیه، فلانی گفت که کار نکن که پول یافتگی تمیره محصولات میخری، فلانی گفت که فریب خوردم قرضدار شدم. اگر که به این گپا داده نشوی کار کنی، رنگی ما انا خیلی پول به دست میاری. رقم میمونم یک جای بیاین کار میکنیم. زندگی فاصله بین دو دنیا است. این مدتی کوتاهی که به ما عطا گردیده است با تمام زیبایی ها، دلخوشی و سالمی گوار است. جریان حیات یک لمحه است که انسان در آن لمحه تمام لحظه ها را پس سر می نماید. صاحب عائله بودن، فرزندان سالم به دنیا آوردن و از خود در آینده نام نیک گذاشتن را هر فرد پیوسته آرزو می کند و آنگاه برایش زندگی معنی و تراوت خاصی پیدا می نماید. ولی حیات وقتی که با نابرابری طی می شود سرشار از رنج و درد خواهد بود. چی ممکن نابینا شدن چند سالا شد، ولی گپ همه هیچی عجایبت نیست که چشم بینا باشد نباشد. ولی مثال دمی حالمه با من خیلی معقول است. یگان چی زقی هم نداره، یگان چی هم نداره. پسر در خردسالی بسیار آرزوهای را در دل می‌پرورید. بخبر از غم و غصه های دنیا بود. با گذشت عمر در سن 17 سالگی با خواست خداوند این جوان پسر بیناییش را از دست می‌دهد و تا به امروز نابینا است. آن دمی که دنیا را با چشمان روشن می‌دید، او پیوسته در تکاپوی زندگی و حلقه دوستان بود. با چشمان بینا از خواب بیدار می‌شود و چون هر روزه راه به سوی دبستان پیش می‌گیرد. هنگام درس ورزش ناگهانی پیش چشمانش را تاریکی فرا می‌گیرد. وقتی که او به گرد و اطراف نگاه می‌کرد، هیچ چیز را نمی‌دید. یک بار چشمم گرفتگی شد و طلبار بچه‌ها رو گفتم سفر گفت که می خیلی چشمم شد. اونا باور نمی‌کنن که شوخی میگن. با مرگرتن هم خیلی کتال کردن آوردن پیش آبتان. یگان اوجو دختر داریم، دختر گلزنوی. پیش او بردن. او هم چشمم دید که تماما تازه است. از جا آوردیم رایون، دوجا هم دیدن که دخترها بودن که چشمش تازه. اوجا هم چی نشد با اومدیم خاره. اوجا هم خیلی که چشمش تازه. بعد پدرم گفت که خیلی مجبور بکنیم در دل نمونن. انا بعد جراحی کردن. انا بعد خیلی گندک خوب بود. باز یک معدم همجور موندیم که باید 3 ماه بیایید. جان محمد ملک محمدوف زاده دهه یمگی ناحیه اشکاشیم است. او امسال قدم به 41 سالگی میگذارد. هنگامی که با امر تقدیر سلامتیش را از دست میدهد، کوشش های زیاد بهر طبابت کردن هیچ نفعی نمیبخشد. نام برده که 23 سال از بینایی محروم است، ولی اراده قوی او را از زندگی ناامید نکرد. بالاخره مجرای زندگی او را به مسیر هنر راهنمون میکند و جان محمد به دست اسباب موسیقی میگیرد و در کلبه تنهایی مهارت آوازخوانی خود را مستقلانه صیقل میدهد. انا باید سر کردیم آفیزیر، یعنی سر کردیم از مداخانی و از همش یک مدم و همش چی کردیم. بعد هم خیلی زندگی کردیم، خیلی و سختی و همش طاقت کردیم. گذشت رفت. از چنین آدمانی امکانیت محدود داشته باید ما عبرت گیریم. باید به هر یک شخص، به هر یک
آدمیزاد سلامتی به قدر سلامتی خود رسد و قدر هر یک امکانیت های داشته خود را داشته باشد. تو را من یاد می‌آرم علای مهربان مادر، زیدی اشک می‌بارم علای مهربان مادر، زیدی اشک می‌بارم علای مهربان مادر. با دنیا گر نبود مادر، نبود در آسمان اختر. با دنیا گر نبود مادر، نبود در آسمان اختر. تو بودی دست و پای من، کنون گشتم ضعیف و زار. تو بودی دست و پای من، کنون گشتم ضعیف و زار. هزار مثال ها آوردن ممکن است که آدمان دارای امکانیت های محدود نیستند. در اصل آنها برابر آدمان سالم فعالیت میکنند، محتاج نیستند، حیات خودشان را تأمین کرده میتوانند. وقتی که همون مثل هم چشمو همون خشینن 6 ساله گذشته شد. بعد به حساب تنها مانده. جان ماما در خانه پیرانسالان آیله‌دار می شود و امروز صاحب پسر دوسترویکی است. او با بیماری خود نگاه نکرده کوشش دارد که فرزندش تربیت خوب گیرد، از علم و معرفت برخوردار باشد و آینده دستگیر پدر گردد، زیرا یگانه متکای او تنها جگربندش است. شما گل پروانه و بلبل ما جمان، بلبل ما جمان، بلبل ما جمان. زن گرفتیم، یعنی خدا و شکر یک بچه دارم، صاحب یک بچه دیگه نقص اما ایسی تامینش ساز خواب یکون چی نیست، یکون تنقیسی نمیکشین اینجا. من بسیار خرسندم از زندگیم، اینکه از انسانی خوب، بسیار انسانی خوب که هر چی خیلم باشد در بالای سر من فرزنددار شدم. خداوند ما را داد. همین کسم است. بسیار می‌ندارم در زندگی‌ام کم نیست. شکر خداوند یک دهانم میوه میخوره. کدوم یک کودک خداوند تعالی یک بچه بدید به من که مثلا دستگیری کند. انا بعد همین خدا داد به من. انا بود تلاش میکردم تا با همین کودکم مثلا پگاه کلان شد دستی مر بگیرد، دستی و چشم بگیرد، بخوند، شروع آدم شد، با آدم با معرفت شد. تلاش میکنی. پگاه فرزند چی میکند؟ به چی؟ او کسی که تلاش نمیکند و بیخبر بود است از چی؟ از همه ایسی بیخبر، بیغم بود است، بی‌پروا. باید آدم که در زندگی تلاش نکرد و چی خیلی آدم است. آدم تلاش میکرد، آدم جاندار تلاش میکرد که باید عکس کنیم، یک زندگی خوشبو کنیم، یک زندگی آباد کنیم. کردن در کار بی تلاش نمیشه. اگر بیشتری شخصان امکانیتشان محدود با سبب تسکین بخشیدن قلب و دور کردن درد و غم تنهایی را اختیار می کنند، اما جان محمد در بین عام خود را خوشبخت می حسابد و از دامان تنهایی پیوسته می گریزد. در حلقه تعداد زیادی مخلصان سرودخوانی را بیشتر می پسند. شما گل پروانه و بلبل ما جمان، بلبل ما جمان، بلبل ما جمان. آیا بیا آخس روی خوبا، آخس روی خوبا، نظر سوی گدا کن.
آسوی گدا کن رمی و منا سوخته بی سر پاکن آب سر پاکن رمی و منا سوخته بی سر پاکن آب سر پاکن دردی دل درویش تمنای نگار است تمنای نگارم تمنای نگارم دردی دل درویش تمنای نگار است تمنای نگار است تمنای نگارم بخرام در این باز دو صد جام قوا کن آجام قوا کن بخرام در این بال دو صد جام قوا کن دو صد جام قوا کن آخه سروی خوبان آخه سروی خوبان نظر سوی گدا کن آسوی گدا کن شام گل پروانه و بلبل ما جمان بلبل ما جمان بلبل ما جمان شام گل پروانه و بلبل ما جمان بلبل ما جمان بلبل ما جمان ایار بیارم بتناگی ما کن تناگی ما کن ایار بیارم بتناگی ما کن تناگی ما کن آخی سروی خوبان نظر سوی گدا کن آسوی گدا کن رمی بمنا سوخته بی سر پاکن آب سر پاکن رمی بمنا سوخته بی سر پاکن آب سر پاکن آب سر پاکن آدم پر باشد سرود بم وقتی که 10 نفر 20 نفر میشد اینم شوقی میگه من شاد میشم اونا هم شاد میشم من شاد میشم تنها خود نیست نمی من تنهایی رو نمیدم همسفر یگانه او رادیو است. گرچند چشمانش نمیبینند، او بابت آبادی و شکوفایی وطن معلوماتی زیاد دارد. میگوید همه زیبایی ها را با چشم دل میبینم و احساس میکنم. میخواهم شفا یابم و اول روی وطن محبوبم را ببینم. هم رادیو گوش میکنم، هم تلویزیون گوش میکنم، هم ایسی گوش میکنم. بسیار پیشروی در هم سویا پیشروی است. چی در زیبایی و چی در حکومت و چی در قانون و چی در اما بسیار پیشروی. پیش 10 سال پیش در اینجا بودم دیگه خیلی بود. حال با سال دیگه خیلی. حال شنبه که میره من میگم دیگه خیلی. میگه فلان دیگه خیلی. اما چی پیشروی بسیار شد. واقعا هم زندگی پستی و بلندی های زیاد دارد و پر از توکل و مهم است. انسان همیشه به خاطر زیستن با حیات مبارزه میبرد تا روزگارش را پیش برد.
новобаста ба тани носолим доштан ва ё дар кадом ҳолат қарор гирифтан, ин марҳилаҳо инсонро водор мекунад ки пайваста дар талоши зиндагӣ бошаду барояш як дунёи моддиву маънавӣ муҳайё созад. шиёри ҷонмаҳмад низ бо ҳаёт мубориза бурдан ва шаҳду нишоти зиндагиро дар домони оила ва ватани орому осуда чашидан аст. وای دیوانم دنیای دیوانم، وای دیوانم دنیای دیوانم، آدمی ناچار آخر چه میدانم، آدمی ناچار آخر چه میدانم. وای دلم تنگ است دنیا چه دل سرد است، وای دلم تنگ است دنیا چه دل سرد است، ای دل یادم به غم نمیمانم، وای دل یادم به غم نمیمانم. در این دنیا دل شادی ندیدم، در این دنیا دل شادی ندیدم، سرم دردی و یاری ندیدم، سرم دردی و یاری ندیدم. کی می‌بیند نمی‌پرسد غمم را خدایی، کی می‌بیند نمی‌پرسد غمم را خدایی، فلک پروایی ناچاری ندارد، فلک پروایی ناچاری ندارد. وای دیوانم دنیای دیوانم، آدمی ناچار آخر چه میدانم، آدمی ناچار آخر چه میدانم. وای دلم تنگی دنیا چه دل سردن، وای دلم تنگی دنیا چه دل سردن، وای دل یادم به غم نمیمانم، وای دل یادم به غم نمیمانم. جانابک از وفا ندارم، این جانابک از وفا ندارم، سرم دردی و یاری ندارد، سرم دردی و یاری ندارد. با امیدی سحرگانی آباد خدا جان، که دمی آخر با ویران رسیدم، دمی آخر با ویرانی رسیدم.